بسم الله الرحمن الرحیم. تمرین 7 کتاب. توضیح دهید کدام یک از نمودارهای مکان زمان شکل زیر می تواند نشان دهنده نمودار x1 متحرک باشه. میخوایم بررسی کنیم ببینیم به لحاظ منطقی کدام نمودارها امکان پذیر هستند و کدام نمودار امکان پذیر نیست. اگر شکل الف رو بچه ها بررسی بکنیم ببینید اگر یک نقطه مثل نقطه تی رو انتخاب کنیم میتونیم به ازای این لحظه تی دو تا x یعنی x1 و x2 رو به ازای این لحظه پیدا بکنیم. به این مفهوم هست از نظر فیزیکی که متحرک شما در یک لحظه در دو مکان بوده. در لحظه تی هم در x1 قرار داشته هم در x2. مثل این میمونه که شما در این لحظه هم توی خونه باشید هم توی مدرسه. امکان پذیر نیست که متحرک در یک لحظه در دو مکان باشه. به همین خاطر به لحاظ منطقی شکل الف مردود هست. در شکل ب هم بچه ها همین ایراد وارد هست. ما میتونیم لحظه مثل تی رو پیدا بکنیم که x های زیادی رو به اون وصل بکنیم. به همین خاطر شکل ب هم نشون میده که متحرک ما در یک لحظه در چندین مکان قرار داشته و امکان پذیر نیست. اما در پ بچه ها هیچ نقطه تی رو نمیتونید پیدا کنید که بیش از یک x به اون تعلق داشته باشه. پس پ هیچ ایرادی نداره به لحاظ منطقی. اما در ت بچه ها میتونیم تی رو پیدا بکنیم که باز مثل شکل الف و ب بیش از یک x به اون تعلق داشته باشه و این نشون میده که متحرک در یک لحظه در سه مکان بوده که باز همون ایراد باعث میشه که شکل ت هم شکل غلطی باشه. در تمرین 8 بچه ها 4 تا نمودار به ما داده و از ما خواسته که بررسی کنیم و ببینیم که در کدام یکی از این نمودارها متحرک از حال سکون شروع به حرکت کرده، یعنی سرعت اولیش 0 هست، به تدریج بر تندی آن افزوده شده. به تدریج بر تندی آن افزوده شده یعنی حرکتمون تند شونده هست. خب اگر بخوایم شرط اول رو بررسی کنیم بچه ها، از حال سکون شروع به حرکت کرده یعنی چی؟ نمودارهای ما xt هست. برای اینکه سرعت رو بخوایم توی xt بررسی بکنیم باید شیب نمودار رو بررسی بکنیم و چون میخوایم سرعت اولیه رو بررسی کنیم اولین شیب ملاک ما هست. به شکل الف نگاه کنید. ابتدای نمودار یا اولین شیب مثبتی هست که نشون میده سرعت اولیه‌اش مثبت هست. در شکل ب هم همینطور اولین شیبمون یک شیب مثبتی هست که سرعت اولیه رو مثبت به ما میده بیش از 0. اما در پ بچه ها اولین شیب رو اگر رسم کنیم میبینیم که این شیب 0 هست و سرعت اولیه‌مون پس 0 هست. در ت هم به همین ترتیب اولین شیبمون یا اولین مماسی که رسم میکنیم سرعت اولیه رو به ما 0 میده. قسمت دوم که میگه به تدریج بر تندی افزوده بشه و گفتیم به این معنی هست که حرکت تند شونده باشه. شرط تند شونده بودن یک حرکت بچه ها این هست که علامت آ در وی مثبت باشه، یعنی آ و وی هم علامت باشن. نمودارهای شما xt هست. از روی نمودار xt اگر بخواید سرعت رو تشخیص بدید خب همونجور که دیدید شیب یا مماس رو در نظر میگیریم. اما از روی نمودار xt بچه ها اگر بخوایم شتاب رو بفهمیم باید به شکل نمودار نگاه کنیم. اولا که نمودارهای شتابدار حتما باید x شون منحنی باشه. اگر منحنی شما به شکل u باشه شتابش مثبت هست و اگر u برعکس باشه شتابش منفی هست. حالا به شکل الف نگاه کنید. اینجا اصلا x شما شبیه u نیست و منحنی نیست. نشون میده که الف اصلا حرکت شتابداری نیست. پس در الف حرکتتون یک نواخت هست و شتاب اون 0 هست. اما در ب منحنی هست و شکل یو برعکس رو داره که نتیجه میگیریم پس شتاب ما منفی هست. حالا برای اینکه تشخیص بدیم که علامت سرعت چیه یک مماس در یک نقطه رسم میکنیم. حالا این مماس شما شیبش مثبت هست، سرعت شما مثبت هست، شتاب شما منفی هست. مثبت در منفی میشه منفی، حرکت کند شونده هست. در پ هم بچه ها شکل یو رو داریم که نشون میده شتاب ما مثبت هست. مماس اگر رسم بکنیم مماس ما شیبش مثبت هست، مثبت در مثبت میشه مثبت که حرکت تند شونده هست. در ت اگر یک مماس رسم کنید شیبش منفی هست که نشون میده سرعت منفی هست. شکل نمودار شکل یو برعکس هست که نشون میده آر منفی هست و منفی در منفی میشه مثبت، یعنی در ت هم حرکت ما یک حرکت تند شونده خواهد بود. تمرین 9 بچه ها دوتا خودرو رو نمودارهای x رو برای ما رسم کرده و از ما پرسیده این دو خودرو
در چه لحظه هایی از کنار هم رد میشن؟ خب طبیعتا دو نقطه‌ای که خودروها نمودارهای ایکسیشون همدیگر رو قطع کرده. الان به نقطه T1 اگر نگاه کنید نشون میده که در لحظه T1 هر دو متحرک در یک مکان بودن. شرط برخورد یا شرط از کنار هم گذشتن همین هست که متحرک ها در یک لحظه در یک مکان باشن. پس در لحظه T1 و T6 دو خودرو از کنار هم گذاشتن. در ب میگه در چه لحظه‌ای تندی دو خودرو تقریبا یکسان هست. یکی از نمودارهای شما نمودار بالایی بچه‌ها ایکسیش خط هست، نمودار پایینی منحنی هست. نشون میده نمودار بالایی که خط هست حرکتش یک نواخت هست و شتاب نداره، اما نمودار پایینی که منحنی هست حرکتمون شتابدار هست. خب در نمودار بالایی بچه‌ها شیب نمودار، هر دو نمودار شیب نمودار سرعت رو نشون میده. نمودار بالایی شیب ثابت و مشخصی داره، اما نمودار پایینی لحظه T1 T2 T3 اگه مماس رسم بشه برای شیب هاشون با هم فرق میکنه. برای اینکه ببینیم در کدام یک از این نقاط T1 تا T6 شیبتون با شیب نمودار بالایی مثل هم هست، مماس های مختلف رو باید رسم بکنیم و ببینیم کدام یک از اینها تقریبا موازی بالایی میشه یا شیبش با اون یکی هست. به نظر میرسه که لحظه T4 تقریبا شیب مماسمون با شیب نمودار بالایی یکی باشه. میتونیم بگیم در T4 سرعت اتومبیل دوم با اولی برابر هست. در پ از ما خواسته که سرعت متوسط دو خودرو رو در بازه زمانی T1 تا T6 با هم مقایسه کنیم. فقط به T1 و T6 اگر نگاه کنید بچه‌ها استثناء در T1 و T6 X هر دو نمودار هم یکی هست. خب سرعت متوسط بچه‌ها رابطش هست دلتای x به دلتای t، یعنی باید بیایم x6 رو منهای x1 کنیم به روی t6 منهای t1 و چون در هر دو نمودار x6 و x1 و t6 و t1 هر دو با هم یکی هستن، این نشون میده که سرعت متوسط دو خودرو هم در این دو نقطه با هم برابر هست در کل نمودار. در تمرین 10 4 تا نمودار به ما داده، خواسته بررسی کنیم که کدام یک از این نمودارها سرعت اولیه‌شون در جهت محور x در جهت محور x هست، یعنی اینکه مثبت هست و شتاب اونها خلاف جهت محور x یعنی شتابشون منفی هست. یک بار دیگه یادآوری کنیم در نمودار xt شیب سرعت رو میده، شکل یو شکل شتاب رو به ما میده که مثبت هست یا منفی. از الف شروع کنیم چون سرعت اولیه ها رو میخوایم بررسی کنیم بچه ها. اولین مماس رو در نظر میگیریم. در الف اولین مماس شما شیبش مثبت هست، نشون میده که V0 تون مثبت هست. در ب بچه ها اولین مماستون یک خط صاف میشه که نشون میده سرعت اولیه‌مون 0 هست. در پ کلن شیبمون یکسان هست، اول و آخرش هم همینطور، نشون میده که چون شیب منفی هست سرعت اولیه‌مون هم منفی هست. در ت اولین مماس شما شیب نداره که نشون میده سرعت اولیه‌مون 0 هست. حالا به شکل یو شکل نمودارها نگاه کنیم. در الف شکل یو برعکس داریم، پس شتابمون منفیه. در ب هم همینطور. در پ اصلا منحنی نیست، پس ایکسی اصلا شتابدار نیست. در ت هم بچه ها شکل یو رو داریم که نشون میده شتاب ما مثبت هست. تمرین 11 نمودار حرکت دو تا خودرو رو برای ما رسم کرده و از ما پرسیده سرعت اولیه کدام خودرو بیشتر هست. خب به شکل اگر نگاه بکنید بچه ها در بازه زمانی 0 تا 3t متحرک بالایی مسافت بیشتری رو طی کرده. توی زمان یکسان متحرک بالایی مسافت بیشتری رو طی کرده. خب پس این نشون میده که سرعتش بیشتر بوده که تونسته مسافت بیشتری رو تو همون زمان طی بکنه. پس خودروی آ سرعت اولیه بالاتری داشته. دقت کنید بچه‌ها که فرض سوال بر این هست که از لحظه 0 تا 3t حرکت هاشون حرکت یک نواخت هست. هر دو خودرو اما از لحظه 3t تا 7t یعنی به مدت 4t به سرعت خودشون اضافه میکنن و حرکتشون شتابدار هست. خودروی بالایی با سرعت اولیه بیشتری حرکت کرده، خودروی پایینی با سرعت اولیه کمتری حرکت کرده. اما به تیکه دوم حرکت نگاه کنید. از 3t تا 7t خودروی پایینی مسافت طولانی تری رو در همون زمان
داره طی میکنه. از 3T تا 7T میشه 4T، یعنی در 4T خودروی پایینی مسافت طولانی تری رو داره طی میکنه. با سرعت کمتری وارد این مرحله شده، ولی الان داره تو همون زمان مسافت خیلی بیشتری رو طی میکنه. نشون میده که به سرعت خودش خیلی داره اضافه میکنه و هم سرعت و هم شتاب بیشتری نسبت به خودروی بالایی داره. در سوال 12 بچه‌ها معادله حرکت جسم رو به صورت T3 منهای 3T2 به علاوه 4 به ما داده. از ما خواسته که مکان متحرک رو در لحظات 0 و 2 ثانیه به دست بیاریم. 2 تا T داده شده رو در معادله اصلی قرار میدیم و 2 تا X رو به ازای اونها به دست میاریم. شما اگر T رو در معادله اصلی 0 قرار بدید، X رو برابر 4 به دست میاریم و اگر T رو برابر 2 قرار بدید، X مون برابر 0 خواهد شد. در قسمت ب از ما پرسیده که سرعت متوسط رو تو همین بازه زمانی 0 تا 2 ثانیه پیدا کنید. وی اوریج و سرعت متوسطمون دلتا x به دلتای t هست بچه‌ها. دلتای x دوم منهای x اول رو قبلا به دست آوردیم. x دوم منهای x اول میشه 0 منهای 4 به روی 2 منهای 0 که میشه -2 متر بر ثانیه.